سلام دوستان، روزتون بخیر. همونجور که مشاهده کردید یک روغن شفاترخ کوهی رو تهیه کردیم به خواست خداوند و اون رو روی سایت rahmuhsin.com گذاشتیم. این روغن خاصیتش اینه که تمام دردهای آرتروز، روماتیسم و دردهای عضلانی، دست‌درد، پادرد، زانو درد، هر دردی رو داشته باشی این دارو میتونه شما رو درمان بکنه و شما رو شفا بده به خواست خداوند. طبق دستوراتی که روی شیشه اون روغن گذاشتیم باید طبق اون دستورات عمل بکنید و به خواست خداوند شما خوب میشید. میتونید این بسته رو روی سایت تهیه بکنید و ما اونو براتون پست میکنیم به هر جای کشور که باشید، در هر جای استان‌ها که باشید و ضمانت بازگشت کلی وجهتونم خودم تقبل کردم. اگر ناراضی بودید یا نارضایتی داشتید میتونید با شماره تماسی که روی اون آگهی گذاشته شده با من تماس بگیرید و هزینه رو کامل، البته هزینه‌های ارسالی و چیزایی که مصرف شده از اون کسر میگرده و بقیه اون میاد به حسابتون. دوستتون دارم، موفق و پیروز باشید. مسیحای بهار رسیده بر جان جهان، خستگی دشت و دمن گرفته اینک زنبان. مژده به گلده بگو که بهار آمده است و بار خورشید ز شام سیاه سحر زده است. شانه به یه سوی زمین زده دستان خدا، فصل شروع عاشقی سوی خود خانده مرا. رفته ز تن خستگی ها، رفته غم از دل من، با شده رو به دل خوشی همه پنجره ها باز. بوی مسیحای بهار رسیده بر جان جهان، خستگی دشت و دمن گرفته اینک زربان. مژده به گلده بگو که بهار آمده است و بار خورشید ز شام سیاه سحر زده است. غنچه به رقص آمده از نغمه مرغ سحر، مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر. غنچه به رقص آمده از نغمه مرغ سحر، مژده به باغ آمده از یار رسیده خبر. نور در آیینه ها خلوت شب را شکست، شوشه عمر غمه مانده به دنیا شکست. دل من سرخی سیب است، من خودم سبزه ایدم، مثل آغاز بهارم. شعرم ریز امیدم، پاک آرام و لطیفم، مثل باران بهارم، مثل این ماهی قرمز سوی زمین زده دستان خدا، فصل شروع عاشقی سوی خود خانده مرا. رفته ز تن خستگی ها، رفته غم از دل من، با شده رو به دل خوشی همه پنجره ها باز. بوی مسیحای بهار رسیده بر جان جهان، خستگی دشت و دمن گرفته اینک زربان. مژده به گلده بگو که بهار آمده است و بار خورشید ز شام